رشته‌های فیبر نوری به این شکل از پارچه سقف کشسان رد میشه. اول نصب پروفیل دور کار برای جا زدن پارچه. مرحله بعدی برش فیبر نوری در اندازه‌های مختلف برای جاهایی که قراره به صورت کهکشانی آویزون بشه و زیرسازی فیبر. بعد نصب حدودی پارچه سقف کشسان هر دسته فیبر نوری که شامل 100 رشته که برای هر 1 متر مربع استفاده میشه. رشته‌های فیبر نوری به این شکل از پارچه سقف کشسان رد میشه و اضافه‌اش بعد از فیکس شدن کامل پارچه چیده میشه. اگه نیاز باشه تا سقف با حاویه سوخته میشه و میره بالا. بعد از اجرای کامل فیبرهای نوری با استفاده از جتفن، پارچه کشسان به طور کامل پهن میشه و با استفاده از این دوتا کاردک مخصوص پارچه داخل پروفیلا جا میگیره. تمام شده کارم آخر ویدیو میتونید ببینید. اینم از اتمام کار سقف کشسان ترکیب شده با شبکه PVC.